مشرف شد محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه. اللهم یهلیه افتخار مکتب اهل بیت. اللهم یهلیه خبر به گوشش رسید یه نفر از دشمنان و معاندین اهل بیت کتابی نوشتم و در اون کتاب اهانت هایی به مقام مقدس اهل بیت کرده. علامه یهلی زنده و بیدار و سینه سپر کرده و در کمین یک دفعه ناراحت شد. با هر وضعی بود این کتابو به دست آوردن. کتاب خطیم به کسی نمیدن. با یه زحمت زیادی این کتابو به دست آورد. یک شبه بخونه و کتابو برگردونه. وقتی کتابو دستش دادن دید قوقا کرده در رسالت و اهانت به اهل بیت. من زنده باشم در زمان حیات من کسی با نوک قلم شکستش چنین بنویسد چیکار کنم؟ حالا اگه بخوام ردشو بنویسم باید این کتاب پیشم باشه. این کتابو فردا صبح میخوان ببرن. گفت خوبه من از روی این کتاب بردارم بنویسم. تون علامه یهلی مشغول نوشتن شد. گفت 4 ساعت هی نوشتم. یه وقت دیدم دستم خسته شد، چشمم زیاد خسته شد. یه مقدار قهوه درست کردم خواب از سرم بپرم. میگه یه وقت دیدم از پله‌های خونم یه عربی اومد بالا. من با خودم گفتم ببین امشب که اینقدر وقتم کمه برام مهمون اومده، منم عرب و مهمون نواز. گفت یه وقت دیدم این عربه به من گفت علامه یهلی چی مینویسی؟ گفتم یه کتابیه دارم از روش مینویسم. سنازد علامه یهلی مثل که دستات خسته شده، چشمات میسوزه، حق داری خوابت میاد، بده من کمکت بنویسم. گفتم آجان این کتابی که مینویسم باید از نظر جمله بندی و برنامه مرتب باشم. گفت یه خط بده برات بنویسم ببین بلدم یا نه. یه خط نوشت دیدم چقدر زیبا نوشت و چقدر به جا نوشت. گفت از این خطی که نوشتم بهترم میتونم بنویسم. یه وقت دیدم زیرش یه خطی نوشت بهتر از اون خط. گفت با در این 2 تا خطی که نوشتم بهترم میتونم بنویسم. یه وقت دیدم یه خط نوشت بهتر از اون 2 خط. گفت علامه یهلی بگی بخواب. من گرفتم خوابیدم. ای خاک کف پات توتیای چشمم. ای قربونت بشم آقا جان، هر که به تو خدمت کنه کمکش میکنی، هر که بنا تو قدم برداره سر بهش میزنی. یه وقت بیدار شدم دیدم عربم نیست.
دو تا ناراحتی، اول مهمون نوازی نکردم و ای عرب رفت، ثانیاً مهمتر از اوی کتابم من، کاشکی من نخوابیده بودم حتما ای عرب یه صفحه نوشت و رفت. آمدن سر کتاب 10 صفحه زدم دیدم نوشته، 50 صفحه زدم دیدم نوشته، 100 صفحه زدم دیدم نوشته، همه دفتر و ورق زدم دیدم همشو نوشته. خط آخر دفتر و با خط آخر کتاب تطبیق کردم دیدم همه کتابو نوشته. دیدم اون صفحه آخر کتاب پایین صفحه یه امضای کوچولو کرده، برداشتم نگاه کردم دیدم نوشته حجت ابن الحسن. به 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 به. ای قربون تو امام زمان به جمع یا ابن الحسن یا ابن الحسن. یا ابن الحسن یا ابن ای گرفت دارا همه صداش بزنیم. یا ابن الحسن یا ابن اللهم صل على محمد وآل محمد.